بیلی آیلیش به ندرت در عکس‌ها لبخند میزنه و این موضوع به یکی از ویژگی‌های شناخته شده اون تبدیل شده. دلیل این امر ترکیبی از عوامل شخصی و حرفه‌ایه. بیلی آیلیش بارها در مصاحبه‌هاش توضیح داده که از کودکی احساس می‌کرده لبخند زدن به طور اجباری برای زنان در جامعه یک نوع فشار اجتماعیه و اون نمی‌خواد تسلیم این فشار بشه. اون همچنین گفته که میخواد تصویری واقعی‌تر و صادقانه‌تر از خودش همونطور که هست نشون بده، بدون نیاز به نمایش دادن احساساتی که ممکنه واقعی نباشن و لبخند زدن اجباری رو با این هدف در تضاد میبینه. علاوه بر این، آیلیش به این نکته اشاره کرده که لبخند نزدن اون به عنوان یک راه برای حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از قضاوت‌های سطحی توسط دیگرانه. اون معتقده که چهره جدیش باعث میشه مردم بیشتر روی موسیقی و پیام‌های اون تمرکز کنن تا روی رفتار ظاهریش.